میخوام توبه کنم آقای اطلاعاتی عزیزا. شما دست بگید که من اینو گفتم خب حالا بیاین توبهمون بکنیم. بشینیم ایور، همیشه هم خدا ایوره، یادتون باشه. بارلا نه حالا بعد تکرار. خدایا تو خودت میدونی من خیلی یه حرفای هستم که بخوام تهدیدی باشم برای کسی، ولی من ریده خودتم. مثلا تو مثلا وقتی یه یخچالی درست میکنی کار نمیکنی که نمیسوزونیش تا ابد، میری مثلا یه تغییر ایجاد میکنی میبینی درست. تو من اختراع تو هم شد بول منو بذاری زیر بغل اون درست نشه. اصلا شاه اگه بول اینجا باشه کی حوصله داره بگه معصومه باز کن. همه چی درست شد. این کارو کردی و نشد یه تغییر ایجاد کردی تو این همه چیزای وسوسه برانگیز بود. چه معلوم آدم میخواد بره امتحان، ولی بازم من گاه خورد. من توبه میکنم، مال بیشعوری من. با من لطفا تکرار کنید. بار اله به ما کمک کن که استعدادهای خود را باز شناخته و در پرورش آنان بکوشیم. آمین. خداوندا به معلمین و مربیان ما طول عمر عطا بفرما. آمین. اللهم صل. آقا اطلاعاتی دستت به هم بندید. من توبهم کردم ریپورت ریدم توش.